نوری سحر دمیده. دستی سفید صبح بر سر او آمد. خیال کرد که دست مادرش، همان دستی که بوی شیر نو دوشیده می کرد و گرمی داشت. خیز پسرم، چشم روز باز شد. آهنگ نوازش و دلسوزی داشت صدای مادرش. آنچنان با مهر آوا می برآورد که میرعلی نمی خواست این صدا از گوش و هوشش دور شود. میرعلی داستی زاده به بوی مادر و صدای او با امید چشم گشاد. چشمان عقابیش پرآب بودند. نور در نگاهش به 7 رنگ جلوگر شد. عجیب گفت خود به خود، بزرگی ما در این است که هر روز بیشتر به کوچکی خود پی میبریم. دلش آهنگ یاد را می نواخت. صبح چون شیر نودمیده از تریزه به خانه می ریخت. از قدوم صبح شهر بیدار می شد. آواها به هم می آمدند. اولا 1-2-3 صدا در آهنگ می پیچید و بعد دیگر آوازها با هر طرز و هر رنگ برابر نور سحر از یک روز نو و پرنور آگهی می دادند. به نظر او آمدن صبح چون سیمفونی زندگی آهسته آهسته با جوش و خروش و رنگارنگی می پیچید. صبح دوشنبه تیز در آواهای و صداها تجلی می یابد. او دوست می دارد هر صبا گشت و گذار را، مشق آواز را. حالا یک ترانه‌اش در خیالش شعله زد. برای مشق آواز سرایید. ای دوشنبه دل زیبا وطنم، حسن تو کرده دلارا وطنم. مشق آواز را اساساً در آن زمانی که به صحنه تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی آمده بود، استاد صنعت برهان محمد قولف نشان می‌داد. لیک او خیال می‌کرد که مشق آواز را از خردی در محیط دیهی گلوآباد یاد گرفته است. صدای مرغوله‌دار پدرش هر سحر در فضای دیه گویا طنین می‌انداخت. میرعلی بسیار می‌خواست به پدرش شبیه شود. میدان را هنری مردی اصیل پر می‌کند، می‌گفت پدر. لیک مادر با مهر و دلسوزی پسرش را نوازش می‌کرد. صدقه پسری بزیبم شوم، آوازت به صدقه. زیر لب خود به خود سرایید. یاد درگاه پدر نام و نشان وطن است. اساساً مهر و صداقت او از خردی در هستیش جوش می‌زد. او مهر یار و دیار را در نگاه مادرش، در پندهای پدرش می‌دید، می‌یافت. هنگامی به شهر زیبا دوشنبه دلربا پس از ختم مکتب بهر ادامه خواندن آمدن، نگاه پردرد و هجران مادرش او را گسیل می‌نمود. راحت سفید، جگربند عزیزم، گفت و با گوشه سربند چون سوپ سفیدش اشکهای چشمانش را پاک کرد. دلش پر شد. آخر از آغوش مادر از کنار این دیه گلبسر چسان میتوان یک باره جدا شد؟ ولی صدای پدر میرعلی را نیروی امید میبخشید. فرزندم، خدا تو را به راه راست هدایت نماید. از همه یاد کن. گندمک خود روی درام کردم، این یارک را دوری خبر میکردم. این یارک را دوری خبردار نشید. صندوق خلق در جگر میکردم. من
من هم مثل بسیار فرزندان دهاتی در دهات تولد شدم، کلان شدم، به مکتب رفتم و از خورده قبلگاه پدرم که بسیار یک سرانده خوبی دیار بودن و چندین اسباب‌های موسیقی به خصوص دمره رو بسیار در سطح بلند می نواختند، لحن یا قلم مخصوص خود را داشتند. از همانها الهام گرفته آهسته آهسته به نواختن اسباب‌های موسیقی و به سرودن عادت کرده و در اون سالها در مکتب‌های میانه کرژاک‌های خودفعالیتی بود و قریب که در همه چاره‌بینی‌ها شرکت می‌ورزیدیم و بعداً در چاره‌بینی‌هایی که در سطح ناحیه، در سطح ولایت بود دعوت می‌کردن، اشتراک می‌کردیم، می‌سراییدیم، هنرنمایی می‌کردیم و همه همین در دل من یک شعله، یک آرزوی پیدا کرد که تا که آینده هنرمند شوم. و البته بعد ختم مکتب میانه راه پیش گرفتم به سوی شهر دوشنبه. آمدم حجت‌های خود را به دانشکده دولتی صنعت به نام استاد میرزا ترسن‌زاده سپردم و امتحان‌های قبول بسیار خوب گذشت، دانشجو شدم و البته با مصلحت بسیار استادان ورزیده، استاد آوازخوانی من حنیفه مولانا و احمد باباقلوف، دیگر استادانی که در اونجا با ما درس‌های تخصصی میگفتن، استادان عبادالله عبداللهیوف، شمسی نظاموف و دیگر نفرانی که در اونجا در دانشکده درس میدادند. و من سال 1981 دانشکده را بسیار خوب ختم کردم و راحت گرفتم به تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی. با تئاتر آمدم، به کار سر کردم. اون سالها البته در تئاتر کادرهای محلی بسیار انگشت شمار بودن، قریب که نبودن و نابسته از آنه که با ما کمتر به چشم ممکن ناباوری یا که به چشم ممکن کمتر کج می‌نگریستند، همه همه پس سر کرده شده، زحمت میکشیدیم، مهنت میکردیم و آهسته آهسته به رپرتوار تئاتر وارد شده. بسیار نقش‌هایی که در تئاتر میرفتن و برای آوازی بریتانی لیریکی بودن، من قریب که در همین نمایشنامه‌ها نقش‌های اساسی را آفریدم. میرعلی داستی زاده به سبق دانشکده دولتی صنعت به نام میرزا ترسن‌زاده، امروزه دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسن‌زاده با تخصصی آوازخوانی اکادمی داخل شد. آواز شیردار پرقوتش آموزگاران و امتحان گیرندگان را به حیرت آورد. صدایی که از در و تیریزه دانشکده بیرون می آمد و همگان را به سوی خود می کشید خاصی استعداد طبیعی است. با چنین آواز می تواند به صحنه‌های بلند برآید. می گفت آموزگار: شما آینده نیک دارید، در صنعت کسبی موفق خواهید شد. گفت یکی از استادان امتحان گیرنده. دوری خوش و پر از شوق و شور آغاز شد. دوستانی نو یافت، ولی دوستی او با اسمت الله خالقف دیگر آهنگ داشت. با یک نگاه هم دیگر را درک می کردند و در لحظه های حساس و دائما در پهلویش. ایام دانشجوییش مادرش زندگی را پدرود گفت. ضربه سختی زندگی در حیاتش همین بود. چند وقت به خود نآمد. پدر گفت: روح مادرت را شاد کن. و هنگام ایجاد و اجرای هر سرود مادر را پیش نظر می آورد. در هر سرود مهر و محبتش را به او می بخشید. سیمای مادرش را، نگاه پر از مهرش را گویا روشن می دید. در هر نور و ضیا آهنگ می یافت. دلش گم می زد. حالا ترانه‌ای در زبانش گردان شد: چو نور حق ز حق رسان رسیده ای، چو صبح از دلی شبان رسیده ای. زندگی را در یک آهنگ، در یک رنگ خوش نداشت.
ولی عجیب آن که قسمت او را از یک وظیفه به وظیفه دیگر می برد. نو بر روی صحنه تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت پس از ختم دانشکده آمد و چند ماه سپری نشده او را همچون دیرکتور خانه مدنیتی ناحیه سویت حضرت تیمور ملیک دعوت نمودند. راهبری استعداد است، هنر است. او این صفت را داشت. صنعت رشد کرد. آبروی هنرمندان خانه مدنیتی ناحیه سراسر جمهوری را گرفت. میگویند که محیط زندگانی هر کس آن است که با دل و عقل و زبان خود می سازد. صافدلی و نیک رفتاری او را به وزیر فرهنگ جمهوری همان وقته سلطان میرزا شایف شناساند. آن مرد نیکبین فعالیت این جوانمرد دریادل را احساس نمود و به تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی پایتخت دعوت کرد. این سال 1985 بود. صحنه پرواز به میرعلی داستی زاده میسر گشت. پیوسته مشق کردن و آموختن او را به اهل هنر شناساند. و نقش می آفرید و سرود می خواند، سرود می خواند و نقش می آفرید. قامت رسا، چهره گرم، چشم و ابروی زیبا و آوازی گیرای و پرقوتش به صحنه ها نور و صفا می آورد. گاه خود را در نقش ولنتینی فاوست می دید و گاه در نقش فیگارا از آپره مسکوی سرتراشی سیویلی راسینی جواکینا. گاه نقش انیگین را می بازید و گاه رابرت را. با سرود، با حرکت، با دل و جان به دنیای قهرمان وارد شدن تنها به هنرمند صاحب استعداد و آب و تاب یافته دست می دهد. از اپراهای تاجیکی هم خیش را در سیماهای قهرمان امیر نصر، کمر، منصور، اسماعیل، رستم و شاه مامون دریافت. در صحنه گیرد گشتن، در هوای موسیقی خیش را جور نمودن و با سخن کاخ هنر و آبرز آفریدن کاری سنگین است. باید شخص خود را قربانی صنعتی کسبی سازد. او در چنین لحظه ها گویا در سما پرواز داشت. یک بازیافتی نادر در صدای او، لحنی ملی با صنعتی اکادمی خیلی سازگار آمدنش به حساب می رفت. برای این همه باید عشق داشت. دلی لبریز از مهر را نشان داد. آخر زی صوتی رود می رسد نوای عشق، زی چنگ و عود می رسد صدای عشق. چون خلق خالق ما هر سوزی هم جدا شد، به جا بزیر گردون بر جای ما زیجا شد. حرف محبتی تو، حرف زی وحدتی تو، بر جمله جانی خسته ماننده ای دوا شد. پرچمت شد بس یادی نکردی، در راه صلح ملت با جنگ کردی. صدها گیره کشادی پیوسته قلب‌ها را، با مرصد بغل را خالصی سنگ کردی.
راه تو چو راه بخت سفید خلق است نیروگهت چو برق چشم امید خلق است چون مردی وحدت آور هستی سعادت آور هر روزی نیک عمرت روزی سعید خلق است نام تو را نویسه ای قهرمان وحدت باقیلا بکیلا در باغ فصل میلاد نام تو را نویسه ای قهرمان وحدت باقیلا بکیلا در باغ فصل میلاد باقیلا بکیلا در باغ فصل میرعلی دوستی‌زاده را از دوره دانشجوییش میدانم. من وقتا من نو اینستیتوت صنعت را ختم کرده بودم و میرعلی دوستی‌یوف و اسمت الله خالقوف داخل شدند. از همون وقت مشاهده میکنم پیوسته در پی ایجاد است، در پی زحمت میکشید. بعد ختم اینستیتوت او را روان کردم به تئاتر اکادمی اپرا و بالتی به نام استاد صدرالدین عینی و او مهارت بلندی آوازخوانی دارد و زیاده از 30 نقش آفریده است. اپراهای کمپوزیتورهای کلاسیک جهانی و کمپوزیتوران تاجیک معاصر تاجیک بگیریم. یک همون نقش فیگارو را که بر اپرای جاکین راسینی همین آفریده است. این نقش در تمام دنیا این اپرا مشهور است. نه هر کس میتواند به او نزدیک شده میتواند. بسیار اریایی و مشکل دارد. دیاپازون بلند وسیع دارد. او از عهده همون برآمده است. یا اینکه نقش انیگین از بر اپرای پیوتر ایلیچ چایکوفسکی یوگنی انیگین این هم یک نقش برجسته است. از کمپوزیتوران معاصر خودمان باشد ببینیم که نقش رستم را آفریده است بر اپرای طلبشو ساتوروف و ببینید که قد و قامتی زیبا دارد، آوازی گیرا دارد، آوازش باریتون لیریکه است. از عهده اونم بسیار خوب برآمده است. یا اینکه امیر اسماعیل را در اپرای طالب شهیدی آفریده است. این نقش هم بسیار جالب است. از بحر نجاتی ارلی رو بشکست شد 5 دیاری دل قرین دل پیوست. بینگر تو که چار حرف دارد اما در قسمت 5 خلق دارد موا. در کشوری ازبک بود بحری عرب افتاده بدامی بختی بد بحری عرب. هر 5 برادرند بر بستر او از بحری 5 تن یاوری او. ریگست چو بحر و ترکمن را ببرست ریگست چو بحلک بحری دیگر است. در ملک قذاق نیز آن ریگ شده در سفره ریز یک تهی دیگ شده.
خیز کوشش میکند بحر نجاتش او نیست. این پنج برادرند و یک همپهلو جاری به سوی عرب چو دریا چپ و جو جاری به سوی عرب چو دریا چپ و جو تاجی که آبها فراوان دارد بس چشمه و دریای خراشان دارد در حرب نجاتی ارل اندر پیش است از بحر نجاتی او تلاشش بیش است. این بحری کهن زینو شود پر از آب شاداب شوند پنج یار دیلیاب شاداب شوند پنج یار دیلیاب. این مشکلی بحری کنه حل خواهد شد این مشکلی بحری کنه حل خواهد شد. این یار و برادر این مثل خواهد شد این یار و برادر این مثل خواهد شد. با پیانینا پنجه زد، کمی مشق کرد و سرود خواند. در سرودش صدای دلی خود را میخواست پیدا کند. پنجه هایش آهنگ میچیدند. میخواست با تمام قوت صدایش را سر دهد. از چی باشد این صبا دلش پور بود، لبریز از صوت و نوا بود. هرگاهی خمار ایجاد این یا آن سرود فرا گیرد، آن شعر دلخواه را چندین بار میخواند. چون این حالت هستیش را فرا میگرفت. دلش میگفت امروز بیا ترانه خوانی بکنیم، با سبزه و آب هم زبانی بکنیم. خاکی پاکی توست پرفشان خاکی پاکی توست زرفشان. با استاد میرالی دوستیزاده ما طول 25 سال همکاری میکنیم. از سال 1998 با اون کس شناس شدیم. اون وقت سالیستی تئاتر اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین انی اونها بودن. سالیستی بهترین بودن. یکی از نقش جالبترینی که میرالی دوستیزاده آفریدن این نقش سهراب است در اپرای رستم و سهراب از شادروان طلبشو ستارов. جوانان اپراخوان نیز مثل همین شخص باید در جستجو باشند. باید از همین شخص بزرگ درس عبرت گیرند. با افتخار گفته میتونم که همچون استاد همچون پدر میرالی دوستیزاده امروز اون چیزی که در صنعت من اگر که چیزی که شده باشم اگر از همین دستورهای استادم از همین سختگیری های میرالی دوستیزاده شده هستم. از تاریخ سال 90 ما در یک اتاق کاری در تئاتر کار میکنیم. در تمام نمایشنامه در تمام اسپکتاکلی که ما همراه کار میکردیم در تمام کنسرتایی که کار میکردیم به من راه بلد میشدن نشان میدادن تمام هنرشون تمام ملکه کارشون با اون صرف کردن که به شاگردان درس گویند. Пусть нам светит всегда, пусть ведет нас сюда золотая путеводная звезда. همین هنر، همین صنعت میرالی دوستیزاده را به بسیار کشورهای جهان برده است. مخصوصاً مردم اروپا از هنر و نمایش او ذوق برده، به سیمای آریانی او به هوس نگریسته گاهی سوالها می دادند. آیا در کشور شما اپرا می خوانند؟ آن شنونده دارد؟ و با افتخار به آنها جواب سزاوار می داد. خلق تاجیک صاحب مقام است، در هنر و هنروری مشهوری عالم است. شما می دانید که سرودهای خلقی ما شبیه سرودهای اکادمی اند.
یک فریاد مرد خیرمنکوب، خاری درافگران، فلخانی کوهستانیان، آواز بلند شش مقام خانان و غیره و غیره راه به سوی آپیره است. چندین بار صاحب جایزه و احترام گشتنهای او گواهی ریشه در صنعت ملی داشتنی آپیره است. بحری من تنها زبانی مادریست، همچو شیری مادر است. بحری او تشبیهی دیگر نیست، چون که مهری مادر است. زین سبب چون شوخی های دل برم، دوست می دارم مرا. چون نوازش های گرمی مادرم، دوست می دارم مرا. دوست می دارم زبانی مادری. دوست می دارم زبانی مادری. تاجیکی و فارسی و همدری. تاجیکی و فارسی و همدری. دوست می دارم زبانی مادری. تاجیکی و فارسی و همدری. تاجیکی و فارسی و همدری. دوست می دارم زبانی مادری. میرعلی دوستیزاده برای رشد صنعت موسیقی کسبی کوشش به خرج دادند، تلاش دارند. برابر پیدا نمودن تجربه بوی کسبی، آن کس برای پیشروی ساحه فرهنگ ملت تاجیک سهمگذاری کردند. برای تعلیم و تربیه کردن دانشجویان یا اینکه برای تیار نمودن متخصصان آینده کسبی همه وقت به آموزگاران مراجعت نموده، فکر و عقیده خود را، مصلحت و نصیحت سودمند خود را پیشنهاد میکنند. باعث خرسندی است که دانشجوی کورس سیوم کافدرای آوازخوانان اکادمی شیرزاد عبداللهیف که به واسطه شاگرد استاد دوستیزاده میرعلی می باشد. یک چند روز پیش در آزمون با نفوذ بین المللی آوازخوانان که در شهر الماتای جمهوری قزاقستان برپا گردیده بود اشتراک کرده ایستاده جای دوم را اشغال نمود. طولی 4 سال می شود که من در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارов تحصیل می کنم. من شاگردی میرعلی دوستیزاده می باشم. با دستگیری استاد بسیار دعوت‌های خارجه در فستیوال و آزمون‌های بین المللی اشتراک کرده سزاوارهای جایهای نمایان شدیم و خوشبختانه غالب یک چند آزمون‌ها گشتم با اثرهای کمپوزیتوران تاجیک و با اثرهای کمپوزیتوران خارج و همزمان با دستگیری استاد میرعلی دوستیزاده در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک کرده سزاوار جای دوم گشتم. و برابر هنرمندی والاگوهر بودن به چندین کارهای راهبری هم سزاوار شد.
عنوانهای بلند را هم صاحب گشت. با طفیل صنعت کسبیش، با مهنت حلال و دل پرجوش و خروشش، وقتی که راهبری کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجه ستاروف را به او باور نمودند، شکل دیگری راهبری را جاری نمود. آموزگاران یک طرفه یک مرام نبودن، تنها به ایجادیات خود قناعتمند نشودن، هنگام درس بهترین سرودهای بسته‌کاران، ترانه‌های خلقی و سنتی را گلچین نموده به شاگردان آموختند. هر شعبه محصولی چند ماهه خیش را به راهبر و دیگر آموزگاران و دانش آموزان و هنرمندان جوان نشان دادند. وقتی که متخصص همین سوها راهبری مؤسسه تعلیمی می شود، این بسیار خوب است، چون که از تخصص همون شخص در کنسرواتوری یک اختصاص است، فاکولتت است، شعبه است. و میرالی دوستیزاده یکی از همین خیر متخصصانی هستند که مضمون داخلی کنسرواتوری را میفهمند و تمام زینه‌های تعلیمات موسیقی مخصوص موسیقی رو گذاشتند. بنابراین راهبری کردن با کنسرواتوری با چنین متخصصان آسان می‌گردد و خیلی آسان است برای ما، برای اون اهل کنسرواتوری، استادان، پروفسوران، دانشجویان که با رکتور هم صحبت می‌شویم، بعضی مسائل رو حل می‌کنیم. بسیار شخصی با فرهنگ هستند، کس رو گوش کرده می‌توانند و مسائل رو درک کرده می‌توانند. اهل کنسرواتوری هم استادان و پروفسوران هم دانشجویان باید درباره ایجاد فکر کنند، درباره علم موسیقی فکر کنند. فضایی که میرالی دوستیزاده به وجود آوردن در کنسرواتوری خیلی خوب است، خیلی سالم است. این همون فضایی است که برای هر یک متخصص موسیقی کسبی لازم است. وطنی بوده و نابوده ای من، محبت را به جان افزوده ای من، تنی تفلان تو به درد بادا، وطن ای جان درد آلوده ای من، تنی تفلان تو به درد بادا، وطن ای جان درد آلوده ای من. مهر به یار و دیار و کسب خود داشتن افتخار هر یک فردی بیدار دل و وطن دوست است. اساساً ایجادیات هنرپیشه خلقی تاجیکستان میرالی دوستیزاده سرشار از محبت وطن و وحدت و یگانگی و خودآگاهی و خودشناسی است. حالا راه او را به سوی کنسرواتوری ملی تاجیکستان میبرد. وقتی که از در کنسرواتوری ملی وارد میشد و با آموزگاران و طالب علمان درود میگفت، خورشید نو طلوع میکرد. آواز مادرش در خیالش روشن شد. الها به مراد دلت رسی پسری نازنینم. کلمه نازنینم او را به سرودن کشید. زمین نازنینی ما، توی وطن، توی وطن، امید آخرینی ما، توی وطن، توی وطن. کتاب محبت وطن را که دستگول سرود و ترانه های اوست باز کرد. ثمر عمرش به زبان آمد. موسیقی در هر مرحله از عمر ما معنی و اثری خاصی دارد. خورشید در نگاهش طلوع می کرد، نور می شکست. آهنگی یک صبا در 7 رنگ و آهنگ هویدا می گشت. دردی زندگی بجز محبت دوای ندارد. شمار حق ز حق رسان رسیده چو صبح از
منزلی شبان رسیده ای ز مهر پاک مهربان رسیده ای چو تختی بختی تاجیکان رسیده ای مقام ما فراز افتخار توست مرام ما نیاز ننگ و عار توست سرشت ما صفای رودبار توست بهشت ما حصار کاسار توست در آب بشارتی تو بختی تاجیکان مرا امارتی تو تکیه‌داری وحدت و محبتی تو قسمتی تو مادری تو ملتی